اگه میخوای بهترین تنظیمات بیسیک اسنایپری رو داشته باشی این ویدیو رو تا آخر ببین. سلام رفقا، چطورین؟ من نکسار هستم و به این ویدیو دیگه خیلی خوش اومدید. امیدوارم که هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه و در کنار خانواده محترمتون سلامت باشید. قبل از هر چیزی میخواستم بچه‌ها ازتون تشکر کنم بابت حمایتایی که کردید، مخصوصا تو این چند وقته خیلی واقعا حمایت کردید. دستتون در نکنه، واقعا یک دنیا ممنونم ازتون. و اینکه بریم سراغ ویدیو. ببینید، بیسیک یه سری گزینه هاست که کمک میکنه ما توی بازی عملکرد بهتری داشته باشیم. حالا این گزینه ها یه سریاش یعنی همگانیه، یعنی مثلا یه گزینه ای رو اگر من خاموشش کنم روی سطح بازی همه تاثیر میذاره و همه بازیشون خوب میشه. ولی یه سری گزینه ها شخصیه و فردیه، یکی مثلا حال میکنه روشنش کنه، یکی حال میکنه خاموشش کنه. اینا رو من میخوام بهتون بگم که دقیقا این قضیه از چی قراره و اینکه اینا رو متوجه بشیم. و ترجمه بیسیک به صورت کامل میذارم براتون، ولی نیاز نیست، یعنی اونقدری که باید شاید نیاز نیست همه چی رو بدونیم به فارسی چی به چیه. در حد اینکه یه چیز کلی ازش بدونیم و گزینه‌ها رو تنظیم کنیم خیلی به نظر من بهتره. و اینکه تو قضیه اسنایپ زدن هم که خب طبیعتاً اگر فقط هدفمون اسنایپ زدن باشه، خب یه سری گزینه‌های خیلی مشخصی هست واسه اسنایپ زدن. همه گزینه‌ها نیاز نیست که تجزیه تحلیل قرار بگیره و این بحثا. یه سری گزینه‌های خیلی محدود هست که باعث میشه وقتی تنظیمشون بکنیم توی بیسیک ایممون خوب بشه. بیشتر بیسیک توی عمل کردمون توی بازی و خب یه سری جاها موومنتمون و یه سری تنظیمات خاص استفاده میشه. و بیشتر اگر مثلا منظورتون به تقویت ایمه، اونو باید رو سنستون بیشتر تمرکزتون بذارین، رو سنستون و سنستون رو قوی کنید و تسلط داشته باشید. تسلط داشتن رو سنس خیلی مهمه و باعث میشه واقعا این آدم خیلی خوب بشه و بتونه ترکیب کنه با موومنت. زمانی که شما تسلط نداری رو سنست، نمیتونی به همین راحتی با موومنتت ترکیب کنی. موومنتی که من دارم میگم موومنت خیلی حرفه‌ای منظورم، نه موومنت ساده. در کل تو این ویدیو من بیسیک خودم رو میذارم. بیسیک خودم بیسیکه که تو این 3 سال من ازش استفاده کردم، خیلی جاها تغییرش دادم و واقعا بیسیک اسنایپریه. واسه چیزای دیگه هم کاربردش هست، نمیگم یعنی فقط میتونی باش اسنایپ بزنی، هر چی خاصی میتونی باش بزنی، ولی کلا بیسیکش خیلی بیسیک خوبیه. من که ازش راضی بودم، همه چی اوکی بوده. باز تنظیماتی که فردیه و شخصیه رو بهتون میگم. تنظیماتی مثل آلویز اسپرینت که شما چقدر تنظیمش مثلا میکنید اوکی باش. یه چیز نرمالی که آلویز اسپرینت داره تقریبا اینه که آفش کنی، بذاری سنسیتیویتیشو بذاری رو 78 79 75 اینا. ولی مثلا بعضیا میبینی رو 85 پلی میدن، یا بعضیا میبینی رو 90 پلی میدن، بعضیا میبینی کلا اصلا آنش میکنن دیگه، صدا پا میدن به انمی. خب این قضیه خیلی قضیه خوبی نیست، ولی خب بعضیا اینجوری راحتن. یعنی میگم بعضی از گزینه‌های بیسیک کلا اینجوریه که شخصیه و فردیه. یکی حال میکنه زیادش کنه، یکی حال میکنه رو لو پلی بده، یکی حال میکنه رو های پلی بده. هر کسی یه سلیقه‌ای داره و این گزینه‌هایی که فردیه رو بهتون میگم، ولی گزینه‌هایی که دیگه همگانیه رو واسهتون میذارم که همونو بذارید اسکرین شات بگیرید یا ریکورد کنید، همونو عملی کنید رو بیسیک خودتون. و اینکه واقعا تنظیمات خیلی چیز مهمیه. وقتی آدم تنظیماتش خوب نباشه هر کاری بکنه نمیتونه بازیشو ارتقا بده. تنظیمات خیلی قضیه مهمیه و بیسیک و سنس ترکیبشون واقعا یه چیز قولی میشه، یعنی روی سطح بازی آدم خیلی تاثیر میذاره. شاید خیلیا بگن که خب ما اینا رو میدونیم و تو داری مثلا محتوای چرت و پرت میذاری. نه، من اینا رو دارم واسه کسایی میگم که نمیدونن. اونایی که میدونن که خب هیچی، اونا اصلا میتونن اصلا این ویدیو رو نبینن، ولی اونایی که نمیدونن نیاز دارن به این اطلاعات که متوجه بشن این قضیه رو. تو کی بودی؟ بریم سراغ تنظیمات بیسیک، اونایی که شخصیه و هر کسی جوری که راحت تنظیمش میکنه. اولین تنظیمات مهمه این بخشمون FOVه. ما یه دونه FOV FPV داریم که
میدان دیدمون نسبت به اسلحه‌مون رو نشون میده. یه دونه FOV رنج داریم که نزدیک بودن یا دور بودن انمی رو بهمون نشون میده. این دوتا FOV با هم متفاوتن، ولی اگر هر جفتش رو جوری تنظیم کنیم که میدان دیدمون خوب باشه و بتونیم انمی رو خوب ببینیم و بتونیم راحت بهش تیر بزنیم، خیلی چیز اوکی و خوبی میشه. حالا من FOV رنجم گذاشتم 72 و FOV FPP مو گذاشتم 100. چرا FOV FPP مو گذاشتم 100؟ چون هر چقدر اسلحه‌ام کوچیک‌تر باشه میدان دیدم بیشتره، هر چقدر بزرگ باشه صفمو میگیره، مخصوصا اونایی که صفحه نمایششون کوچیکه یا مثلا موبایل پلیرن، اینو هر چقدر ببرم بالا به نظر من بهتره. تنظیمات مهم دیگه که شخصی Always Sprint که قبلا هم میگفتم در موردش، یکی دوست داره آن پلی بده، یکی دوست داره آف پلی بده، ولی به نظر من آفش کنید و عددشو بین 70 تا 80 بذارید. اگر بیشتر از 80 بذارید پامرغی نمیتونید برید و صدا پا میدید. یه گزینه مهمی هم که دیگه هست که شخصی و هر کس حال کنه اونو تنظیم میکنه، ADS FOV Core هستش. ADS FOV Core یه گزینه‌ایه که روی انیمیشن تاثیر میذاره، یعنی انیمیشن باز شدن اسنایپ شما. حالا خیلیاتون شاید بگید که وقتی خاموشش میکنیم اون انیمیشن غیر فعاله و میتونیم ایممون رو خیلی ثابت تر رو انمی بذاریم، ولی وقتی شما میخوای سرعتی ایم بگیری و حالا یکم نمایشی بازی کنی یا کلا میخوای سرعت کارتو ببری بالا، اگر ADS FOVت آن باشه خیلی خیلی بهتر میتونی این کار رو انجام بدی، چون اسکوپت خیلی زودتر ایم میگیره. حالا من فرقشون رو میذارم، هر کسی یه سلیقه‌ای داره، هر کسی یه جوری میذاره. من فرقشون رو میذارم، مقایسهشون رو میذارم اینجا براتون، خودتون ببینید و حالا برید بر اساس سلیقه خودتون تنظیمش کنید. بقیه تنظیماتا همه رو من چک کردم، چیز مهمی نیست، نمیخوام الکی وقتتون رو بگیرم سر تنظیماتی که اصلا مهم نیست و همه یه جور میذارنش. و اینکه بقیه تنظیمات کلیه، همین تنظیماتی که من گذاشتم میتونید بذارید. تنظیمات دیگه ای هم که بقیه یوتیوبر رو حتی میذارن اونا رو هم میتونید بذارید. یه چیز کلیه، اصلا اینجوری نیست که من بگم اینو بذار اونو نذار، باید مثلا اینو بذاری تا بازیت خوب بشه. یه چیز شخصی نیست، چیز تنظیم کردنی نیست، باید همونی که باید باشه رو باید بذاری. برای مثال شما وقتی تنظیمات ایم اسیست داری، اگر آفش کنی ایم اسیست تو، خب واقعا نمیتونی ایمتو لاک کنی رو انمی و ایمت رو هوا میمونه، چون ایم اسیست خیلی گزینه مهمیه و این اینجوری نیست که من بگم ایم اسیست رو آف کنی یا آن کن، باید آنش کنی، باید آن باشه تا بتونی ایمتو قفل کنی رو انمی. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. اگر دوست داشتید چنل منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. هر نظری و انتقادی داشتید توی کامنت ها برام بنویسید، همه رو میخونم و جواب میدم. عشق منید. فعلا خدا یار و نگهدارتون.